به همه شما سلامتی خواهان هستم. السلام علیکم. چند روز در سفر بودیم، پای هم خسته و دوست کارها. در بین در شبکه‌های اینترنتی زود هر مصیبتی که می شود در سر ما مهاجر یا تاجیک زود پهن می شود که یک مهاجر بچه تاجیک رو لطو کوب کردن دیگر. وارد اسمس شدم، نامه ها چندین نامه ها اومد است که حتی دغلانه هم گفتن که تاجیک رو کشتن، تو گپ نمیزن، یا که فلان کار شده است تو در اونجا کیف و صفا کرده گشته. و در فکر فرمودم آخر از دست من چیزی نمیآید، من کاری کرده نمیتوانم، من لشکر ندارم یا چیز. اما یک چیز میگویم به شما مردم تاجیک، این زنگوله بود که شما هوشیار بشوید. این زنگوله است که شما بیدار بشوید. اگر گویم که در اکثریت عیب ما هست، زود خفه میشوید از ما، زیرا اهل نیستید. با چه خاطر زنگوله گفتیم که تو که شما هوشیار بشوید؟ وقتی کودکی 5 ساله رو تجاوز کردند و کشتند، وقتی چی مصیبت ها نشد، مصیبت های از این برتر و برتر دیدید؟ آنهایی که میگن که خیر روزها این و آن، همون مقاماتش دیگر کاری نکرد، یا که طرفگیری کرد، یا عموما نسبت مهاجر رو بی‌حرمتی کرد. پس و یا که در پس شما نشدن، شما از پس خودتان شوید. وقتی آن رسیده است که شما خودتان اکنون از پس خودتان شوید. آنها غم شما را نمیخورند، شما غم خودتان را بخورید. اولین درجه کار بکنید، اول اهل بشوید. اگر در پای یک تاجیک خار زد، باید دردش را همه بچشید. اگر شنویم کسی رزد میگه کجایی است، میگه خوجندی است، هیچ کارش کنم، کجایی است، فلان جایی است، کجایی است، از دوشنبه فلان جا. ما کلن متاسفانه پراکنده هستیم. اگر که ما یک بشویم، وقتی در بر ما تاجیک صدودیت محلگرایی و دیگر چیها نشود، پس میتوانیم سر بالا کنیم. آن نوار که شما رو به وجه آورد و دیگر چیز رو فکر میکنید من نه، باور کنید من زور نیستم یا چیزی نه، اما در همون حالت پس از نوار رو تماشا کردن، من هم آماده هستم که همون جا باشم پاره میکنم. چند توصیه است که مهاجران عزیز، اگر من راستی معلومات کسی نداره در برای اگر رفت و مرده باشد این جوان، میگن که هر کسی رو با ظلم میکشند و قتل میرسانند و شهید است. پس ما باید از پس خود بشویم. راستی نوار گرفتنی نبودم، به اون خاطری که من نمیدونستم چی بگویم. اما چندین نامه هایی که آمد که تو چرا خاموشی، تو چی، حتی چون گفتیم دشنام و دغل هم بود، بعد مجبور شدیم که این نوار رو گذاریم. بعدن حالت ها هست که از دست ما هیچ چیز نمی آید. راستی